تیم ملی تاجیکستان در بازی دور نهم مرحله دوم مسابقات انتخاباتی برای رخصت به جام جهانی فوتبال 2022 گروه غ آسیا در شهر اوساکا ژاپنیا از تیم میزبان با حساب بزرگ 1-4 شکست خورد. یگانه گل دسته تاجیکستان را احسان پنجشنبه در دقیقه 9 زد. در بازی دیگر گروه غ قرقیزستان از مغولستان با حساب 0-1 شکست خورد. ژاپنیا که در این گروه دسته از همه به قوت به حساب می رود با 21 خال از 7 بازی در صدر جدول قرار دارد. تاجیکستان با 10 امتیاز در جای دوم است و در آخرین بازیش روز 15 ایون با میانمار وارد رقابت می شود. این بازی نیز در اوساکا ژاپنیا برگزار می شود. با وجود شکست از ژاپنیا دسته تاجیکستان هنوز شانس گرفتن راحت دوم را از گروه غ از دست نداده است، ولی چنین شانس را همه 4 دسته باقی مانده در گروه بجز از ژاپنیا که الکی جای یکم و راحت اول را به خود اختصاص داده است دارند.